نتایج توحید ربوبیت چیست؟ اول نتیجهش است که کسی که توحید ربوبیت بفهمه اعتمادش فقط به الله سبحانه و تعالی می باشه. اعتماد، بله. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس پسرک خرد است، برش میگه که عبدالله یا بنی، ای پسرک من، یا بنی ای پسرک من، به خاطر ازی برش میگه که اول درس اخلاق در دعوت بر انسانیات میده که تو دعوت میکنی باید الفاظت شیرین باشه، الفاظ زننده، الفاظ هجومی، الفاظ تجریح کننده، الفاظی که شخصیت یک نفر ضعیف نشان بده، از این الفاظ اجتناب کن. دکتر سه روز پیش ما آمده بود، گفت استاد هفتم میفهمین فرق بین ما و شما چی است در مسائل؟ گفتم ما هم دکتر هستیم، شما هم دکتر هستین. کسی که دعوت میکنه او هم دکتر است و شما که علاج میکنین شما هم دکتر هستین. ما و شما گفتیم در یک نقطه با هم شریک هستیم، در یک نقطه با هم مخالف هستیم. نقطه که ما و شما در او شریک هستیم، پیش شما هم مریض میه و پیش ما هم مریض میه. شما مریض دارین، ما هم مریض داریم. پیش شما میگن تو دیوانه میه، پیش ما میگن تو دیوانه میه. از این خاطر شما هم وقتی که مریض آمد باید مریضتانه با بسیار اخلاق خوب استقبال بکنین و پیش ما هم وقتی که مریض میه، وقتی که دعوتگر مسلمان واقعا دعوتگر باشه، مریض خدا با بسیار چهره خوب و شاش، با اخلاق خوب، با کلمات خوب را استقبال میکنه. از این خاطر ما بسیار کلمات زشت میشنویم، بعضی مسیجای زشت برای ما روان میکنن، بعضی کسا بسیار کلمات تند میگین، پس با زنگ میزنه، باز ما برش میگم والا تو حق داری که هر کلمه رو استعمال میکنی، ما حق نداریم که کلمه زشت استعمال میکنی. چرا؟ به خاطر ازی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعوت خود همیشه با کلمات چیز مردم مخاطب قرار میداد، با کلمات بسیار شیرین، ولو که بسیار میفهمید که این نفر کافر است، مشرک است، مرتد است، بیدین است، ولی با امرش بسیار کلمات خوبی را استعمال میکرد. دیگه ما نمیتونیم. اما فرق بین ما و دکترها در قسمت مریضا یک چیز است، لکن دکترها فرق ما بینشان چی است که اونا در نتایجش زیاد بحث میکنن که اگر من یه عملیات میکنم آیا عملیات من کامیاب است یا ناکام است، اگر کامیاب نشد باز چطور میشه و اگر چطور. دعوتگر که است نتایجش به الله میمانه. انما علیک البلاغ و علینا الهدى. هدایت کار الله است. یک نفر است 100 سال در کفر است، 100 سال در کفر است، لکن وقتی که یک مرتبه میگه لا اله الا الله صادقانه و مخلصانه، تمام کفریات و شرکیاتش کلش از بین میره. اینمی عظمت اسلام است کلش. و الله برش میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو بر بنده های ما که زیاده روی کردن در نفسهای خود، برشان بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت الله ناامید نشین. برای زناکار بگو، برای شراب خور بگو، برای مشرک بگو، برای کافر بگو، برای هر کسی که هست بگو از رحمت الله ناامید نشو، رجوع بکن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله رحمان رحیم است. با فکر ضعیف و با امو ظرفیت کم خود الله را با این ظرفیت خود معرفی نکن. تو یک کس یک اشتباه کرده بخشیده نمیتونی، این ظرفیت ضعیف ما هست، ضعف ما داریم، چون ما مخلوق هستیم. بسیاری وقتا تحت تاثیر عواطف میریم، تحت تاثیر سخنای مردم میریم احیانا، لکن خالق متعال است. چرا الله را بر مردم منفی معرفی میکنی و در
به زبان یک کسی که مثلا تو دعوت کرده مسلمان هستی. از این خاطر از رسول اکرم صلی الله علیه و در اینجا اول یاد میده که برای ما و شما اخلاق دعوت که یا بنیه، ای پسرک من. چقدر خوب است که انسان همیشه با مقتدیای خود، با شاگردای خود، با همکارای خود، با دوستای خود، با یک بینماز، با یک شرابخور، با یک زناکار، با یک دشمن خدا با الفاظ شیرین برخورد بکنه. الفاظ شیرین برخورد بکنه. وظیفه ایت است. الله سبحانه و تعالی با سخت ترین دشمن خود دو دوست خود روان کرد. علما شما که در افغانستان همراه مردم مخاطب ما هست، یا مثل فرعون نیستن، دعوای خدایی کس نکرده تا بالا. هست کس که دعوای خدایی کرده باشه؟ اما فرعون چی میکرد؟ میگفت انا ربکم الاعلی. لکن برشان چی گفت؟ وقول له قولا لینا. لین چی معنی؟ سخنای بسیار نرم برش بگوین. اجازه نیست. من حیث دعوتگر مسلمان اجازه نداریم که الفاظ زشتی برای کس استعمال بکنیم و نمیکنیم. الله برای من گفتن که فلانی نفر در امریکا تو را دشنام میده. گفتم نو پرابلم، اهلا و سهلا. فلانی نفر در جرمنی تو را دشنام میده، خیر است، صدقه سرش. فلانی نفر در شوربازار تو را بد میگه، خیر است، بگوی. اونا بگوین، ما نمیگیم. و این توصیه من بر شما اینمی است که حق ندارین، که حق ندارین. از او خاطر یک روز یک برادر کامل سر من اعتراض کرد، نه ها کدام نفر بود کوچی کدام جای میرفتم، بچه خدا پیش مولای صاحب کرد که بچه یک دستاربندی که ما کوچ میکنیم میریم. یگانه که میخوای درس عقیده نه تا یک ساعت بیا 5 دقیقه یاد بگیره و بخیزه بره. ها چه دیدیم یک کس اینجا تو گفتم نه تو حق نداری که امروز اگر کس بر ما زشت میگه ما بر کس زشت نمیگیم. اگر کس ما را دشنام میده ما دشنام نمیدیم. اگر کس جرأت داره که تون بگویه ما بر کس تون نمیگیم. اجازه را ما نداریم. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای یک بچه که بسیار خرد 13 ساله 14 ساله 12 ساله چی گفت؟ گفت یا بنی ای بچه که من اینی اعلمک کلمات، من چند کلمه را بر تو یاد میتم، خوب حفظ کو و به یادت باشه. اگر تمام دنیایی که اسم حدیث ما تشریح کردیم در یکی از درس‌های خود مکمل، اگر تمام امت جمع شه و بخوای برای تو نفع برسانه، نفع رساندن نمیتونه مگر به اون چیزی که الله برای تو نوشته کرده. الله برات منفعت را نوشته کرده، او منفعت الله برای تو مقدر کرده، یک کسی همراهت همکاری میکنه. پس تو نباید از این خاطر مشکل ما هست که الله بر ما بچه میده، بازو نمیم که نه والا تعویض کاکا شیردل که بچه داده میتونه از دندانای نسواری گنده شدگی خوده او را زنگایش پاک میکن. این حال مشکل چیست؟ اولاد میتونه الله نسبت میتین به کی؟ به غیر الله. رب ما الله هست، میریم او را یک مخلوق را در ربوبیت الله داخل. از این خاطر گفت که اگر کل دنیا دست خدا یکی کنه بر تو نفع رساندن نمیتونه مگر آنچه که الله برات مقدر کرده، و اگر کل دنیا بخوای بر تو ضرر برسانه ضرر رساندن نمیتونه مگر آنچه که الله بر تو مقرر کرده. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و صحیفه ها هم خشک شده.